آدما اسباب بازی نیستن که هر وقت دلت خواست دوستشون داشته باشی و هر وقت خسته شدی بذاریشون کنار. آدما دل دارن، غرور دارن، شخصیت دارن. وقتی یه نفر واسه موندن کنار تو میجنگه شعور داشته باشه. این نشونه ضعفش نیست، این نشونه عمق دوست داشتنشه. نشونه ارزشی که واسه تو قائل. بنده خدا، تو رو خدا با احساسات آدما بازی نکن که یه روزی بیدار میشی و میفهمی هیچ کس مثل اون نترسیده واسه از دست دادنت. هیچ کس مثل اون دلش نلرزیده وقتی تو ناراحت شدی و مشکل داشتی. هیچ کس مثل اون تو رو بیشتر از خودش نخواسته. تو رو خدا قدر آدمایی که بلد نیستن نصف نیمه دوستتون داشته باشن بدونید. اونا فقط شاید یه بار بیان و اگه از دستشون بدی هر کسی بعد از اونا بیاد فقط و فقط یه جای خالیه. با کسی باشید که قدر عشق و دوست داشتنتون رو داشته باشه.